CBR 250 RR موتوریه که به اعتقاد خیلی‌ها نسخه اسپشیالش سریع‌ترین موتور ایرانه. حتی از ZX 50 اسب بخاری هم سریع‌تر. حریف قدری واسه همه موتورهای پلاک ملی به حساب میاد و واقعا هم از هیچ لحاظی کم نداره. طراحیش استانداردترین طراحی برای شرایط مسابقه‌ایه، اما خیلی به درد شهر نمیخوره. نسخه‌های معمولی 38 اسب قدرت دارن، اما نسخه‌های اسپشیالش به دلیل بالا رفتن نسبت تراکم قدرتشون به 42 اسب رسیده که RR SP 250 رو به قوی‌ترین موتور دو سیلندر پلاک ملی 250 ایران تبدیل کرده. البته که نگهداری از نسخه‌های اسپشیال سخت‌تر هم هست. لازمه اینم بگم که تو یه سری از مدل‌های CBR 250 RR که تو ایران مونتاژ شدن، مشکلات مونتاژی هم دیده شده و این یعنی شما موقع خرید باید حواستون به همه چی باشه و همه چی رو تست کنید، مخصوصا ترمزاش. حالا به نظر شما با همه این اوصاف میشه لقب بهترین ریس ایران رو به این موتور داد یا این همه جو بازار و فروشنده هاست؟